سلام، کاروی هستم. همه AI، چت جی پی تی، چت بات ها، هوش مصنوعی، همه اینا رو علاقه داریم. پس خوبه که یه بررسی داشته باشیم روی ذاتشون، زیر ساختاشون و هسته اصلی اونها معمولا از چی تشکیل شده، به چه نحوی دارن کار میکنن. یه دانشی کوچیکی اگه داشته باشیم بهتر میتونیم استفاده کنیم ازشون. توی این ویدیو دو تا از الگوریتم هایی که توی این دانش معروفن و پرکاربرد بررسی میکنیم: ژنتیک و پی اس او. الگوریتم ژنتیک از ذات طبیعت، پدر، فرزند، جانشینی و نسل به نسل تا برسه به نتیجه‌ای که مطلوبه. در الگوریتم PSO هم به همین نحوه: جمعیت، حرکت جمعیت مثل ماهی ها، مثل پرندگان و پیدا کردن بهترین نتیجه. توی ژنتیک ما یه سری والد داریم، جامعه اولیه ما از جامعه اولیه، اونایی که توی تابعه برازشی ما یا اون تابعه بهترین ما مورد قبولن. از آنها شروع میکنیم به فرزند داشتن و اون فرزندها باید توی مجددا تو اون تابعه ما مورد تایید باشن. اون تابع چیه؟ مثال قد، وزن، همه چیشون مورد قبول ما باشد. تابع بررسیه. خب توی ژنتیک دیدیم جهش هم وجود داره. مثلا توی چند نسل چشمه چندین خانواده رنگی نبوده، چشمه کدوم رنگی میشه، فرزند رنگی میشه و این جهش هم موجوده. در ژنتیک فرزندها جایگزین والد میشن، دقیقا مثل طبیعت، و این عمل انجام میگیره تا شرط مورد نیاز ما بررسی بشه، یا زمانمون گفته باشه مثلا در اینقدر زمان دیگه الگوریتم ادامه پیدا نکنه، یا تعداد به این تعداد که رسیدیم دیگه انجام نشد، یا به یه نتیجه بسیار خوب برسیم، یا اینکه نتیجه ما دیگه تغییر نکند. توی الگوریتم ذرات هم همینجوره. حرکت ذره ها، حالا فرض کنید ماهی ها، پرندگان، که هر کدوم مسیر خوب خودشونو دارن میرن. یک مسیر بهینه بست برای خودشون دارن، یک مسیر بهینه بست عمومی هم وجود داره. این مسیر بست عمومی و بست خودشون، بهترین خودشون، ترکیبشون بهشون یه شتاب میده، یه سرعتی میده که کم کم همشون میرسن به یه بست گلوبال عمومی. تابع سرعتشونه که از بست لوکال به بست گلوبال و جابجایی ذره اون میشه. خب میخوایم این دوتا الگوریتم روی دوتا مسئله‌ای که خیلی از کسایی که کامپیوتر خوندن یا محاسباتی خوندن یا درس ریاضی خوندن باهاش آشنا هستن. مسئله کوله پشتی میگه چه اشیایی برداریم که بیشتر ارزش داشته باشه و شرط وزنمون رعایت بشه. اون مسئله دیگه هم مسئله 8 وزیره که اونم خیلی معروفه. وزیر به جوری در صف قرار بگیرن که هر وزیر تو سطر و ستون خودش هیچ وزیر دیگه ای رو نبینه. خب میریم که توی کلاب دوست داشتنی یه تستی داشته باشیم. این الگوریتم ژنتیک برای کوله پشتی. خب اول معلوم میکنیم که کوله پشتمون چه آیتمایی داخلشه: وزن، ارزش، و ماکسیمومی که میتونیم کوله پشتمون رو پر کنیم. همطور که قبل گفتم در الگوریتم ژنتیک ما یه جمعیت اولیه داریم، یه محاسبه داریم که بدونیم اون
تابع برازندگی ما اوکیه یا نه. یک انتخاب والد داریم برای ایجاد فرزند، یک انتخاب ترکیب والد داریم برای ایجاد فرزند. جهشو داریم که گفتم به خاطر اینکه توی بهینه لوکال قرار نگیریم، بتونیم شانس اینکه به نتیجه بهتر برسیم داشته باشیم. و این فانکشنم برای نمایش من گذاشتم که نتیجه رو بتونم لحظه به لحظه ببینم و اینم الگوریتم تمام هم مراحلی که گفتم و شروع میکنه اجرا کردن. خب به خاطر اینکه میخوایم این الگوریتم مقایسه کنیم با الگوریتم PSO، یه زمان سنجی یا به نحوی یک هزینه حساب میخوایم بکنیم و الگوریتم الان اجرا میکنیم. من جهش ها و ژن هایی که کروموزوم هایی که ایجاد میشه گذاشتم برای اینکه پرینت بشه. نتیجه رو خواستم ببینم. خب 23 ثانیه کالایی که انتخاب کرد و ارزش کلی 90. الگوریتم PSO رو اجرا میکنیم. برای الگوریتم PSO هم همون مقادیر رو داریم میدیم. مقادیری که وارد کردیم دقیقا با مقادیر 2 3 5 7 دقیقا همون مقادیر رو داریم وارد میکنیم، ولی میخوایم با PSO انجام بدیم. PSO هم یه تابع محاسبه ارزش داره، یه نمایش چیدمان که گذاشتیم چیدمانمون رو داشته باشیم و محاسبه سرعتی به روز ثانیه سرعت که بر اساس همون محاسبات عددی بود که توی اسلاید داشتیم. اینجا مجددا هزینه رو حساب میخوایم بکنیم که اجرا میکنیم. خب کالایی که انتخاب کرد 1 3 8 و ارزش کلی 90. هزینه یا زمانی که داشت 5 ثانیه. خوبه. اینجا 23 ثانیه. الگوریتم PSO برای حل مسئله کوله پشتی بهتر جواب داد. البته اینا قطعیت نداره، به خاطر اینکه باید توی اسکیل‌های مختلف با مقادیر مختلف تست بشه. مثلا تعداد انتخاب بالا بره، با آزمون و خطا بتونن تصمیم بگیرن. به خاطر همینه که الگوریتم‌های فراابتکاری بعضن با هم ترکیب میشن و استفاده میشن. خب توی مرحله بخوایم بریم سراغ حل مسئله 8 وزیر. خب الگوریتم ژنتیک و مسئله 8 وزیر. داخلی الگوریتم تعداد تعداد وزیرمون اعلام کردیم یا همون سطر ستونمون و مجددا همینطوره که جمعیت اولیه رو ایجاد کنیم. تابع برازندگیمون اینجا برای ما این مفهوم داره که حساب کنیم توی ستون و ردیف هیچ وزیری دیگه ای نباشه که دوتا فور ایچ داخل همه و انتخاب والد، ترکیب والد و جهش. یه تابعی هم فانکشنی هم گذاشتیم که بتونیم این چیدمانا نمایش بدیم. این هم الگوریتم ژنتیک تمام مراحل باید مدیریت کنه. خب اجرا میکنیم.
خب ایجاد شد. بهترین راه حل که تناقضش صفره، بهترین فرد انتخابی. ببین داخل این الگوریتم الان برای مثال هر کدوم رو چک کنیم سطر و ستون خودشون هستن فقط. اگر بازم اجرا کنیم این الگوریتما، نتیجه دیگه رو میتونیم ببینیم. یعنی با هر بار اجرا نتیجه متفاوتی داره. خب حالا الگوریتم PSO رو برای مسئله 8 وزیر اجرا میکنیم. مجددا همون تابع ارزیابی داریم، برازندگی و بروز رسانی حرکت و نقطه و کل الگوریتم PSO. قسمت هم گذاشتیم برای نمایش چیدمانم که اگر این چیدمان اشتباه باشه متوجه بشیم. اجرا میکنیم. بله، مجدد. اوکی. متوجه شدیم که این پایه اساس خیلی از الگوریتمایی که الان داره توی هوش مصنوعی استفاده میشه توی ذات طبیعت هست. سعی میکنم توی ویدیوهای دیگه بازم الگوریتمای دیگه رو بررسی کنم و یک کدی هم تستی هم روش انجام بدیم. متشکرم.